سلام بچه‌ها، حالتون چطور؟ اومدیم به یه ویدیوی آموزشی که قرار بود فالوورای من به 5 تا برسه که رسید و آموزش مد گرافیک رو میدم و حالا ما باید بیایم توی کانال شاهنوز که این مد هستش که تو چنل روبیکا میذارم که چنل روبیکامو که بچه چنلمون این هستش، مد ماینکرافت که مجبوریم مدا رو از یک کانال انتقال بدیم که کانال مال چنل دوستمه که 2 تا داره و خب ما میایم توش یه چنل شاهنوز و این مد هست. این مد رو دانلود کنید. من ویدیو رو کات میکنم تا این دانلود شد. بچه یه صوتی خیلی بد بود، نگران نباشید، دانلود بود. منظور این بود صبر کنید تا این بیاد که کمی طول میکشه. یعنی بچه یه بار گرفتم اینقدر خوب داشت پیش میرفت که رفت. یه صوتی خیلی بد دادم و ویدیو باید صوتی بدم. خب ویدیو رو استاپ میکنیم و بچه ها میزیم رو پلی بدین و بچه این برای نسخه جدیدترین نسخه ماینکرافت، یعنی 1.22 و خب من کریتیو میکنم و بچه ها این مود هستش. دقیقا این مود همین اولی که باید اینو شما بزنید، دقیقا اینو بزنید تا وقتی که زدیش بزنید این و حالا زن میکنید که بیاد که خب بچه موقع اومد و بچه اومد و بچه شرمنده بعضی صداها میاد، آخه تو کوچه دارم فیلم میگیرم و خب تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.